کوبیده رو این مدلی درست کنین، اونم از نوع زعفرونیش، بدون راه انداختن دود و دم و شلوغکاری و این صحبت ها. گوشت رو همراه پیاز رنده شده‌ای که آبگیری هم نشده، نمک و فلفل و زعفرون و آرد سوخاری به مدت 5 دقیقه خوب ورز دادم تا کاملا منسجم و یک دست بشه. توی ظرف نسوز که از قبل کمی چربش کردم، گوشت رو به صورت یک نواخت پهن کردم و خط انداختم و لقمه هم زدم تا کبابمون خوب مغز پخت بشه و گذاشتمش روی حرارت ملایم. بعد از 15 دقیقه کره و زعفرونش هم اضافه کردم و برگردوندم تا اون طرفش هم سرخ بشه. عزیزان، در حین پخت در ظرف رو نذارین و اندازه های دقیق رو هم تو کپشن براتون نوشتم. شاد و سربلند و پیروز و خندان باشین انشالله.